سلام. مدتی بود که کانال فعالیتی نداشت. به امید خدا از امروز دوباره فعالیت کانال رو آغاز میکنم و مثل گذشته مطالب کاربردی و فرصت‌های سرمایه گذاری در بازارهای طلا، بورس و سایر بازارهای مالی در کانال ارائه خواهد شد. امیدوارم که استفاده بکنید. یه روش ساده برای محاسبه قیمت طلا و سکه وجود داره. قیمت اونس جهانی طلا ضرب در قیمت دلار تقسیم بر وزن اونس طلا که 31.103 گرم هست. عددی که به ما خواهد داد قیمت هر گرم طلای 24 عیار که 8,594,000 تومان هست. در اینجا قیمت بازار رو میبینید یه مقدار بسیار ناچیز حباب داره. حالا اگر قیمت طلای 24 عیار رو ضرب در 750,000 بکنید، همونطور که میدونید طلای 18 عیار عیارش 750 هست، یعنی خلوصش 75% هست. به این ترتیب قیمت هر گرم طلای 18 عیار به دست میاد. یه مقدار ناچیز هم حباب داره که در اینجا میبینید. حالا اگر قیمت طلای 24 عیار رو ضرب در 900,000 بکنید که عیار طلای سکه هست با خلوص 90%، به این ترتیب قیمت هر گرم طلای سکه به دست میاد. با توجه به این عدد میتونید قیمت واقعی هر سکه رو به دست بیارید. این عدد رو ضرب در وزن سکه ها بکنید تا قیمت هر سکه به دست بیاد و بعد با مقایسه با قیمت بازار حبابش رو میتونید تعیین بکنید. کانال رو دنبال بکنید. مطالب آموزشی و کاربردی زیادی در کانال قرار خواهد گرفت و همچنین فرصت‌های سرمایه گذاری در بازارهای طلا، بورس و سایر بازارهای مالی در کانال ارائه خواهد شد. پرسود باشید. تا بخش بعدی. خدا نگهدار.